السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیز، الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را شفای کامل عاجل عطا بفرماید. بسیاری برادرها زنگ میزنن مولای جین خانش دیدم هانا سلام علیک. بعضی ور زنگ میزنن که یک برادر بیماره حاضر رقم هارش هم بتمش زنگش بزه و گوارش که برای بخونش وای مولاه را بد میبینه. الله هدایت کنه. مدام که مولاه را بد ببینه، قاری را بد ببینه، چی در کار برای او؟ یعنی قاری برای بخونه با او گواری چی کنه؟ دو اونها نسلام علیکه. مثل کی بعضی رفتار میکنن، زنگ میزنن، گپ میزنن، مثل کی ما ابیاز نیم همین کارا بکنیم. یعنی که ما محتاجیم به یکون کسی باید ما رو بریم بخونیم. الله سبحانه و تعالی اولش که توفیق تون بده، دیمش که الحمدلله که محتاج به اونها نیستیم. ما تنها به خاطر الله همین کارا کرده استیم. یعنی چیز نمیگو، چیز نیخچو هم کار میکنیم. به خاطر که سلامتی خودمون ای دست داده استیم. به چه خاطر بسیاری برادرها نمیخونن همین کارا نمیکنن، برای که اینها اهل عائله اونها را غم میتن. خب و به خاطر الله که همین کارا میکنیم، برای آنی که دستگیری کنین باید دوری سنگ میزنین. حدی اقل که گفتی گپو نر نیستین، شعری نر نیستین، خدا خدمت نمیکنن، خطیب در خدمت باشین، یا که ضرر تون نرسونین، یا که فایده رسوندن نمیتونین، حدی اقل ضرر تون نرسونین. حدی اقل یک دعا بکنین که خداوند ما را نگهبان باشه. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را شفای کامل عاجل عطا فرماید. و بعضی برادرها زنگ میزنن میگوین که یک رفیق ما اویلش بیماری زنانه های احساس نمیشه، چی درد باشه؟ سبحان الله، ما دائما حیران میشم که جوانان چی قدر یعنی اپوشش دیگن که سر اسرار خودش در رفیقش میگه، رفیقش ما را زنگ میزنه. همون جوان مرد زنگ زده نمیتونه که خودش بگه که چی درده و چیکار کردن در کو. چیز نکنین، نپریموی ما اون کس نیستیم. چرا رفیق تو ایت چی فرقی داره که رفیق تو زنگ میزنه و خودت زنگ نمیزنی؟ یا که خودت کیم میشماری، یا که مورا آدم پس میشماری، خودت بالا میشماری که با ما نمیفرد گپ زنی، چیز رفیقت گپ میزنی. الله سبحانه و تعالی همه ما و شما را هدایت بکنه. یعنی مسلمان باید زیرک باشه، مسلمان باید هوشیار باشه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که زمانی میآید که سیر اسرار خود را حتی به زنت نگو. همون زمان الکی رسیده است که سیر اسرار خود نمیدونی و کی بگوی، کی نمیدونی کی دوستت و کی دشمنت، کی رفیقت. خب خداوند همه ما و شما را نگهبان باشه. دعاهایی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است، باید ما و شما اونها را هر روز تکرار بکنیم. حدی اقل سوره اخلاص و قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس سحر و 3 بار بیگاه بخونین تا اینکه سحر و جادو برای شما ضرر نرسونه. و دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است که بخونن اینها را تا اینکه شما را ضرر نرسونه. 3 مرتبه سحر و 3 مرتبه بیگاه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این دعا را سحر و بیگاه بخونین تا اینکه ضررش برای شما نرسه. بسیار برادرها زنگ میزنن که چند سوم میخونین، مولای جین خان، مولای پل خان، الله المستعان، چیزی که نیست که زنگ ندن نگن. خداوند توفیق تون با خاطر الله همین خدمت میکنیم. بعضی برادرها میان جین خانی میگن من فلان دوملا روی کرد، میگم چی من دوملا خودش نخون، مدامی که دوملا باشه خودش نخون و پیش ما روانتون کرد. گفت پیش عمره المهم که خلاص گپ خواندیم شونه جینش برآمد الحمدلله، به سبب ما سببشیم الله شفاشون داد. جینش برآمد وقتی که از در میبره میگه که دوملا گفت که کسی که جین خانی میکنه عمری دراز نمیبینه، با اون خاطر من نمیخوام برای پیش همون بچه. دوملا را ببینین که تا 60 چند ساله های میخواد که عمری دراز ببینه و که ما جوان مردیم، جوان هستیم، میخواد پیش ما رو که ما جین خانی کنیم عمری ما کوتاه شه. نه که نه، خیلی که خالد ابن ولید میگوید که یعنی سیستم امی ضعیفی ایمانی ما عمری ما را کوتاه نمیکنه و خراب رستی ما عمری ما را دراز نمیکنه. چند قیاسیم الحمدلله هم زندگی میکنیم. یعنی ترسلی ما یعنی ما ضعیفی کنیم اگر عمری ما دراز نمیشه، چی قدر که هست هم قدر ما زندگی میکنیم. با اون خاطر چند روزی که هستین ان شاء الله مثل شری الله باشین، خداوند نگهبانتون باشه. و
بسیاری برادرها وقتی که یک بیمار میشوند یکم چیزی که اونها ترک میکنن این نماز است. باید ما و شما وقتی که به بیماری مبتلا میشیم رجوع به سوی پروردگار کنیم، از الله منان طلب کنیم. الله میفرماید که و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب. هر وقتا که بندگان من از من سوال میکنن ما به اونها قریب هستم. خب ان شاء الله از الله سبحانه و تعالی طلب کنید خداوند شفای کامل عاجل برای هر یک ما و شما بده. خداوند برای ما و شما فرزندهای صالح و صالحه و سالم و سالمه نصیب بگردانه. خداوند جمله مسلمانانی که بیمار هستند الله اونها را از خزانه غیب شفای کامل عاجل عطا بفرماید. بسیاری برادرها من در یک حیران میشم که بسیاری برادرها را میگیم لا اله الا الله، حتی همین لا اله الا الله خطا میگویند. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله همین را خطا میگویند. بعضی حالت ها میشه که ما با همراه بعضی دمله ها میریم در نکاح ها اشتراک میکنیم. همون دمله ها میگیم همون شه بچه و عروس میگن که بگو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، حتی همین را غلط میگویند. حیف است برای جوان مردانی که مسلمان میگیم خودمانه و کلمه لا اله الا الله گفته نمیتونیم، کلمه توحید. ببینین که همین لا اله الا الله را ما میگیم لو به ایش نمیرسه. چقدر الله سبحانه و تعالی آسانش گردانده است برای ما و شما که حتی لواتم که کار نکنه زبان میروه و بس لا اله الا الله لو نمیرسن. چقدر آسانش کرده است الله سبحانه و تعالی برای ما و شما. الله برای ما و شما همه چیز آسانی را گرفتگی تیار کردگی است، اما متاسفانه ما و شما این کار را نمیکنیم. در خانه ای که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میگه که در هر یک خانه ای که سوره بقره تلاوت بشه از اونجا شیطان میگریزه. نه که ما و شما قرآن خوانده نمیتوانیم. حسن البصری یکی از بهترین عالم ها است که میفرماید که شما جستجو کنین لذت را در سه چیز. یکمش نماز، یعنی وقتی که شما نماز میخوانین در نماز باید شما لذت ببرین. نه که متاسفانه نماز میخوانیم نمیدونیم که چی خونده ایستیم. دیمش در ذکر خداوند باید ما لذت ببریم که الله سبحانه و تعالی فرموده است که الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا آرام نمیگیرد دلهای شما به ذکر یاد عبادت الله؟ و سیمش فی تلاوت القرآن. در تلاوت قرآن باید ما و شما لذت ببریم. اگر که ما و شما در تلاوت قرآن، در ذکر یاد خدا، در نمازخوانی اگر لذت نبریم فإن باب مغلق، بدرسی که باب از جانب پروردگار محکم شده است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را هدایت بکنه و کوشش تلاش کنیم که قرآن خوانی یاد بگیریم. همیشه به ذکر یاد عبادت الله باشیم که این ساحرا ضرری خودش برای ما و شما نرسونه. این دشمنهای خداوند اونها را خار ذلیل و نیست نابود بگردانه و برای ما و شما توفیق بندگی عطا کنه و ایمان کامل برای ما و شما نصیب بگردانه. با دعا باشین دوستان عزیز. الله منان ما و شما را نگهبان باشه. باقی در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.